دوستان عزیزم، الان زندگی یه چیزهایی رو از شما گرفته. ممکن اون چیزهایی که گرفته اکثرا چیزهای خوبی باشن، مثل خانواده، مثل پول، مثل رابطه خوب. شما شکایت میکنید که چرا گرفت؟ چون تو اونا کرم افتاده بود، چون اونها در جایی بودن که نباید بودن، چون شما از اونها درست استفاده نکردید، چون شما اون چیزی رو که از دست دادید اصلا امکان نداره غیر از این باشه. این چیز رو برداشتید گذاشتید در مرکزتون. همین الان در زندگی شما چه نعمتایی هست؟ همسر، بچه، پدر، مادر، خواهر، برادر، سلامتی خودتون، بدن خودتون، پولتون، خونتون، ماشینتون. میخواید امن باشه؟ بسپارید دست خدا. میدونید یعنی چی؟ فرض کنید الان شما خدا هستید. خب من دارم با شما صحبت میکنم، منم یکی از شما هستم. این یه نعمته، مثلا همسر، مثلا بچه، مثلا پول. این یه نعمت. حالت غیر طبیعی ما در من ذهنی اینجوریه، ما همش حواسمون به این همسر، بچه، پول یا هر چیه. درسته؟ و چشممون از خدا برداشتیم گذاشتیم روی. میگه اینو بیار اینجا بذار، بره تو حاشیه. جدی نگیر، جدی این بر، جدی خدا رو بگید. حالا خدا رو جدی گرفتی، خداوند میشه حافظه. اون چیزی که در زندگی شما جدی هست، چه یه دانایی باشه، چه کوه بلندی باشه، چه بچه‌ای باشه، هر چیزی که هست، و سرتون رو از خدا برداشتید و به این چیز جدی تمرکز کردید و حواستون رو اینه، شما حافظ اون هستید. شما نمیتونید حافظ باشید، حافظ خداست.